مدل‌های مختلف پروتز اکسترنال سینه برند آمو انای آلمانی رو اینجا داریم، می‌خوایم معرفیشون بکنیم و مقایسه کنیم با هم دیگه. این مدل اشکیه که از همه مدل‌های دیگه سنگین‌تره و نسج نرم‌تری هم داره نسبت به اون یکی‌ها و این بخش زیر بغل رو هم کاور می‌کنه. افرادی که وزن سینه سالمشون سنگین باشه یا زیر بغل و غدد لنفاوی رو هم تغذیه کرده باشن، بهتره که از مدل اشکی استفاده بکنن. مدل مثلثی که در دو حالت تک‌لایه و دولایه موجوده، برای افرادی که زیر بغل رو تخلیه نکردن یا وزن سینه سالمشون خیلی سنگین نیست مناسب‌تر میتونه باشه. اینا همشون سایز 8 هستن، همشون یه سایزن. ولی این مدل که مثلثی تک‌لایه است نسبت به اشکی 20% وزن سبکتری داره و مشاهده می‌کنید که به این صورت هست. این یکی مدل که حالت مثلثی دولایه داره از مثلثی تک‌لایه 20% سبکتره نسبت به مدل اشکی 40% سبکتره، وزن سبکتری داره، بافت بهینه‌تری داره و یه لایه داخلی سفید رنگ مخصوص که می‌بینید داخلش تعبیه شده برای تبادل راحت‌تر هوا و جذب گرما. برای افرادی که گرمایی‌اند، زیاد عرق می‌کنن یا برای فصل تابستون و اینها، این مدل بهتر میتونه باشه، مناسب‌تره. ولی خب قیمت بالاتری هم داره نسبت به این یکی‌ها. این یکی حالت استخری داره، این مخصوص استخره، حالت مثلثی داره اینم و شفافه و مدل آکوا ویو این و برای استخر استفاده میشه. این یکی رو نمیشه استخر استفاده کرد، کلور بخوره به اینا باد میکنن خراب میشه، ولی این هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و مخصوص استخر طراحی شده. یک مدل دیگه هم هست که الیافیه، این نسبت به همشون سبک‌تره و اصلا سیلیکونی نیست، داخلش الیاف مخصوص استفاده شده، برای خواب و استراحت استفاده میشه بیشتر و برای چند هفته اول بعد عمل که عادت بکنید به استفاده از پروتزهای اصلی. اطلاعات بیشتر رو توی سایت genkaplan.com میتونید مشاهده بکنید و راهنمای سایز بندی و اطلاعات بیشتر در اونجا موجود هست.